خواهش کن. طراحیشو من تا یه حدودی انجام دادم. 4 تا ایده مختلف هست اینجا. اینجوری گرد هست و 7 اینچ از سطح زمین برآمدگی داره. 7 اینچ یعنی اندازه یه پله عادی هست. سایزش اینقدره. سایزشو یادم کنم 16 فوت دیامترش هست. 15. آره پرگولا با این لایت ها و این چیزا اینجوری مثلا موقع شما اینجا نشستی پوزیشن کم مثلا اینجا موقع نشستی سطح ارتفاعشو میکنی 4 فوت. دور چیزی به نظر میاد مثلا یه فایر پلیس هم اونجا هست. دو چیزی به نظر میاد. وقت این سطح اینم من اندازه گرفتم 2500 اسکوئر فوت، 2497 اسکوئر فوت، تقریبا 2500 اسکوئر فوت هست. این یکیش اینجوری میتونه باشه، یکی دیگهش میتونه همون باشه ولی ریز نشده باشه، فقط جای پاتیو با پیورای که رنگش متفاوت هست. مثلا این گلیشیر من گرفتم، بوردرش هم سیاه هست. چارکول میگن، ابانی هم میگن، معمولا چارکل میگن برای پیورز. اینطور چیزیه، اینطور چیزی به نظر میاد. این دیوارای بلندتر داره اطرافش، این یه خورده فنسی تره، زمان برتر ساختنش. اگر بریم روی وبسایت لندسکیپ سنتر با اینا یا این میشه دیوارا رو ساخت، با یکی از این ستا میشه دیوارا رو ساخت. قیمت اینا یه خورده قیمتاش بالاتر. این آرت فرم جریانش جداست، یه خورده موقع میسازش یه خورده بین گپ‌ها فاصله میفته و این چیزا برای مثلا برای کیچن و این چیزا هست. حالا اگه دوست داشتی اینو میتونی اونجا ببینی، ولی من ازش پرسیدم خودش گفت یه خورده گپ میفته موقعی که ساخته میشه، با هیچ موقع گلونایز اینا به هم بسته میشه، یه خورده گپ میفته مثل کانکریتی که فرم میزنی و میریزیش نیست، یه خورده گپ میفته، ولی به اون بدی نیست، ولی خب به خوبی کانکریت که ریخته شده هم نیست. آره این اینطوریه، این دیواراش اینطوری میتونیم بسازیم. یه چیزی فنسیه مثلا خیلی فنسی بخواید بسازید اینجوری. آره این مربعی هست، مربعیش هست. این دیوارای اطرافشو من اینا رو دانلود این چیزاش سخته که بخوام اینا رو دانلود کنم و با اینا بسازمش، خیلی زمان بر هست. با همون رنگشو با پیوینگ استون زدم. اینا پیوینگ استونای فکر کنم اسپرسو هست، یادم نیست 100% مطمئن نیستم اسمش، ولی خب ایده رو به شما میدونم. مثلا این دیواره این شکلیه، خب مثلا یه چیزی مثلا اون برآمدگی داشت، فقط برآمده بود از سطح زمین، کدومش بود؟ این یکی برآمدگی که داره هیچ از سطح زمین، مربعی هست مثل اونا، گرد نیست، و این دیوار هم دورش داره یه خورده فنسی تره، یه خورده قشنگ تره، خورده بیشتر پرسونالیتی داره. آره این همچین چیزیه. مثلا شما اینجا اگه وایسادی پوزیشن کامرا، اینجا اگه وایسادی ارتفاعشو بیاریم 4 فوت، 4 فوت. مثلا شما اگه اینجا نشستی همین چیزی. آره 2500 فوته. آره همچین چیزی. اگه سوالی چیزی دارید من در خدمتم. این به احتمال زیاد 2500 اسکوئر فوت، تقریبا 10-12 روز زدنش طول میکشه.
فقط پیوینگ استونه. اگر یه همچین چیزی بخواد اون زمان برتر، اگر پرگولا بخواید اون باز زمان میبره. این پرگولا 3 روز 4 روز زمان میبره، بستگی به پیچیده بودنش و اینکه چی میخواید. اگر دوست دارید که مثلا اینجا لایت بره، اون یه خورده مثلا از زیر زمین باید وایر رد بشه و مثلا از اینجا باید خورده سیم کشی کنیم با پایپ پی وی سی بره از اینجا بیاد بالا که مثلا بعد کدومش بود؟ این نبود. آره مثلا اگه پایپ پی وی سی ببریم، مثلا اگه میخواید چی بود اسمش اینه خدای یادم رفت، فایر پلیس مگر میخواید داشته باشید، مثلا ما باید چیز گاز رو باید از اینجا رد کنیم که رد بشه اینجا. حالا اگه فایر پلیس گاز میخواید که باید پایپ و این چیزاش رد بشه. اگر چوب میخواید که دیگه خودتون احتمالاً یا میتونیم ما یه چیزی با چی بود اسمش، همون بلاک ها اینستال کنیم، یا خودتون هم میتونید اگه چوبی هست چیزی میشه گذاشت اینجا دیگه مشکلی نداره. آره اگه مثلا قرار دوست داشتیم مثلا یه تو لایت اینجا باشه که یه خورده قشنگتر بشه توی شبا، کار ساده یا خیلی طول نمیشه، یعنی کار مثلا 1 ساعت یه دونه چیز ما از اینجا کابل میخواد و 2 تا کابل چیز پی وی سی میخواد، ما اینجا رد کنیم کابلش اینجا سرش بدیم که از اینجا رد بشه بره به هر طرفی که برق وصل. آره این طور چیزی میشه، این طور چیزی، این از همهش ساده تره دیگه، همین چیزی میشه این طور شکلی، خوشگل در میاد. آره اگر سوالی چیزی من درباره چین لینک فنس، چون گفتید که میخواید 7 فوت یا 8 فوت باشه، من هنوز دارم قیمتاشو در میارم، چون پست 10 فوتی میخواد، اونا پستش 10 فوتیه، بقیه چیزاش همونه، پستاشو من نمیتونم پیدا کنم. پستاشو که پیدا کردم قیمت اونم میزنم براتون. آره اونم زیاد در نمیاد، ما قیمت همیشه عادلانه میزنیم، چون پست تا پستشو 10 فوت میزنیم و هر کدوم از این وایر مشا هر کدومش 50 فوت فاصله داره، خیلی در نمیاد، قیمتش گرون در نمیاد، بین 10 تا 15,000 دلار میشه برای چقدر هست؟ برای 600 فیت. آره هم چیزی. آره سوال چیزی داشتید بپرسید، من در خدمتم. مرسی، خداحافظ. یه چیزی که یادم رفت بگم، این نیوستون استاندارد سیریز اینا کیفیتش خیلی خوبه، فقط این تا یه هفته پیش این مارک ستاره معنی اسپشال اوردر داره، این تا یه هفته پیش اسپشال اوردر نبود. این سامرست خیلی رنگ قشنگی هم داره، اگه برید توی شوروم لندسکیپ سنتر میبینیدش. اینا هم خیلی قشنگه، این هم نوردرن شادو خودش قشنگه، نچرال گری که به شما گفتید نمیخواید اینو، اونم بد نیست، نچرال گری هم قشنگه و چارکول داره. این تا یه هفته پیش اسپشال اوردر نبود ولی الان شده اسپشال اوردر. حالا نمیدونم قیمتش فرق میکنه یا همونه، یه سوال ازش بپرسید ببینید که این اسپشال اوردر شده یا اشتباه کردم، چون این تا یه هفته پیش نبود. رنگش هم خیلی قشنگه، از نزدیک که ببینید رنگ قرمز خاص خیلی قشنگی داره. این هم قشنگه، این نوردرن شادو هم قشنگه، میکس سیاه داره و نچرال، اینجوری رنگ خیلی قشنگه. آره گفتم که اینو بدونید سومرست شده اسپشال اوردر و شما میگفتی که اینو میخواید، الان اسپشال اوردر هست و فقط گفتم که بدونید. مرسی، خدا حافظ.